سه اصول آرام کردن عصب به دارو، به داد و فیغان. این سه اصول پسیکولوژی را استفاده بر و نتیجهش را در کمین نویس. یکم اصول نفس گرفتن 4 7 8. 4 ثانیه نفس میگیریم، 7 ثانیه نگاه میداریم و 8 ثانیه آهسته آهسته میبرونیم. دویم خود را نامبر کن. بگو من عین زمان ناراحت هستم، ناآرام هستم، عصبی هستم. این را فکر میکند، معنی این را فکر میکند، درک میکند و آرام میشود. سوم از جای برخیز، حرکت کن، آب نوش. جسم حرکت کرد، معاینه سر هم آرام می شود.